آبروی مسلمان ریزاندنش حرام است برادر عزیز. باید در فکری یعنی ریزاندن آبروی همدیگر نباشیم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. جناب پیغمبر گفتند ایمان کامل نداره یک کدام از شمایان تا اینکه دوست بداره برای برادرش آن چیزی را که دوست می‌داره برای خودش. برادر عزیز بزرگوار، میخوای که یک از خودت آزار بتیه؟ میخوای که یک از خودت تحقیر کنه؟ میخوای که یک از نسبت به خودت یک گفتار بد؟ هرگز نمیخواهی. وقتی نمیخواهی باید نسبت به همدیگرم یعنی گفتار بد نداشته باشی. مقصد از این موضوع صحبت کردن من به چه خاطر است برادران عزیز؟ یک ناجوان مردی امروز در جامعه ما هست که اکثر مردم حتی کلانسالها وقتی به همدیگر صحبت میکنه فلانی مادر نعوذ بالله گویا هزل داره گویا شوخی داره فلانی آچه چی خدمت کرده در مادرت که امروز مادر از روی تو تأخیر بشنوه؟ خداوند در قرآن گفت مؤمنها برادر هستند. وقتی وای برادری تو باشه مادری وای برای تو مادر میشوه. این چی بدبختی است؟ چی بی‌غیرتی و والله این بی‌ناموسی است. نخواه که مادر تا بگن فلانی مادر خاموش بیستی. این دوستی نیست. برای این برادران زبانها را نگه بداره. هر چیزی در زبان آمد نگو. خداوند در قیامت از این زبان تو را پرسیده میشه وای تحقیر میشه وای به احترامی نسبت به برادر مؤمنت میشه. این عمل حرام است برادر عزیز بزرگوار. دشنام مؤمنه جناب پیغمبر گفتن که فسق است گمراهی است. یک مؤمن دشنام میدهی آزار میدهی انسان فاسق یعنی گمراه میشود. برای برادران عزیز بزرگوار خیلی به خود بیاییم.